السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اللغة العربي درس سیوم است چیزی که معلوم هست. به سببی که بعضی درس ها کوتاه بد میشه، علتش همین است که اون کلمه را یاد کردن به کار است و اون استفاده کردن به کار است. به همون خاطر ما کوتاه میکنیم تا اینکه آسان شود و برای شما از یاد کردن مثلا که دشوار نشود رفته تا اینکه شما دل زده نشوید. به همون خاطر الان ما کلمه های اذان به شما انشالله که تحت لفظی و ساده کرده میفهمونیم و دیگر که هست در کلمه های طهارت گفته الک گذاشتیم. انشالله الان ما نظر میکنیم که کلمه های اذان چی معنی دارد و کلمه که وقتی که بعد از آن که قامت میگیم او چی معنی دارد. این بگیم که ترجمه عادی و ساده می شود تا اینکه بفهمند. خلاص این خیلی بگیری مثلا اینکه ترکیب و این چیزها را که بیان میکنیم به خاطر تا اینکه شما نفهمون نباشد. الان نظر کنیم که درس عربی هست، فراموش نکنیم درس عربی با اون خاطر ترجمه میکنیم. یکم که هست الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. الله اکبر، الله بگیم نام الله هست، اینه که اسم جلاله هست. اکبر بزرگ هست، الله بزرگ هست، الله بزرگ هست، الله بزرگ است، الله بزرگ هست. اکبر بزرگتر می شود اما ترجمه میکنیم الله بزرگ است گفته، اینه که چی؟ الله بزرگ است میگیم. دیگر که هست اشهد ان لا اله الا الله. اشهد گفته این انسانی که خودش سخن گفته است، اینه که شهادتی میدهم که نیست الهی نیست معبود الا الله مگر الله. شهادتی میدیم که یعنی که نیست معبود نیست الهی مگر الله. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله. اینم اشهد این انسان متکلم سخن گوینده را میگوید که شهادتی میدهم که بیشک محمد رسول الله است. شهادتی میدهم که بیشک محمد رسول الله است. حی علی الصلاة. حی به معنی بیا، یعنی که حاضر شو، بیا. حی علی الصلاة، بیا به سوی نماز. حی علی الصلاة، بیا به سوی نماز. حی علی الفلاح. حی گفته بیا، علی الفلاح گفته به سوی کامیابی. حی علی الفلاح، بیا به سوی کامیابی. در آخری از آن با دو بار دیگه همین الله اکبر تکرار می شود. الله بزرگ است، الله بزرگ است. لا اله الا الله. نیست الهی نیست معبودی مگر آن ذات الله پاک است. همین اذان همین خیلی در قامت استفاده کرده می شود، یعنی که قامت مثل اذان هست، مگر در همون بعدی حی علی الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، یعنی که بعد حی علی الفلاح بعد حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة میگیم قد قامت، یعنی که قد قامت به تحقیق یعنی که قامت الصلاة قایم کرده شد نماز، یعنی که بگیم که نماز برپا کرده شده است. یعنی که این برای تأکیدی هست. اذان وقتی که اذان گفته می شود برای که جمع شدن انسان ها و طهارت کردن و آماده شدن به سوی نماز هست. وقتی که قامت خاصتا برای همون داخل همون مسجد هست که قد قامت صلاة به تحقیق قایم کرده شد نماز، به تحقیق قایم کرده شد نماز گفته تا اینکه همونها در هر گوشه و مثلا که کنار مسجد اگر شیشتگی باشن نشسته باشن آنها تا اینکه حاضر شوند. اگر الله پاک ما را فرصت داده باشد این بگیم درس امروز همین خیلی کوتاه میشد تا اینکه ما کلمه را دانه به دانه بفهمیم و در درس دیگه ان شاء الله ما کلمه های نماز که مثلا که بعضی کلمه های نماز و دیگر که هست معناهای همونها را انشاءالله برای شما پیشکش میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سودای محمد فرقی سری من خاکی کفی پای محمد. فرقی سری من خاکی کفی پای محمد. دارد به دلم غم زده سودای محمد. فرقی سری من خاکی کفی پای محمد. فرقی سری من خاکی کفی پای محمد. جنت نشود از روی زیبایش مقابل، توبی نرسد بر خد زیبای محمد. جنت نشود از روی زیبایش مقابل، توبی نرسد بر قد زیبای محمد.
هم آدم و حوا چو داوود و